کامپلیت شد. آماده شدم که با این چمدون برم به استقبالش و بگیرمش. سلام، من خیلی خوشحالم. نمیدونم میدونید یا نه که این چیه؟ پین گوگل ادسنسم و بالاخره بعد از تقریبا 4 سال فعالیت روی این پلتفرم گرفتم و واقعا خوشحالم. نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم. مرسی برای تمام محبتاتون، حمایتاتون. البته من چندین ماه مانتایز شدم، یوتیوبم به درآمد رسیده، ولی خب تو پروسه گرفتن پین و ثابت کردن آدرسم و چون تمام آدرس‌ها و حساب بانکیایی که به یوتیوبم وارد کرده بودم قبلا همشون مال یونان بودن، دیگه تا همه اینا رو عوض کردم چند ماهی طول کشید. دیگه مهر آخرش این پین است که امروز میخوام واردش کنم و دیگه به طور رسمی درآمدم رو از یوتیوب بگیرم. بین خودمون باشه، زیاد نیست، خیلی کمه، ولی برای منی که این همه سال فعالیت کردم روی این پلتفرم واقعا خوشحالم که دیگه بالاخره نتیجه تمام زحماتم رو دیدم و امروز میخوام با شما این پینو وارد یوتیوبم کنم. فقط مال من نیست، این مال شما هم هست. شما اگه نبودین من هیچ وقت نمیتونستم دسترسی داشته باشم به مانتایز شدن یوتیوبم، به گرفتن پین از یوتیوب. البته این پین مال یوتیوب نیست، مال گوگل ادسنس، اون برام فرستاده. دیگه امروز میخوام یه ولاگ هفتگی رو شروع کنم. گفتم قبل از شروع کردنش بیام اینو بهتون بگم، شاید خوشحال بشید. و تو این هفته قراره که من بیشتر روزامو ویدیو بگیرم و بهتون نشون بدم که دارم چیکار میکنم. مخصوصا این هفته من امتحانم دارم، امتحان زبان آلمانی دارم. یه سطحی رو تموم کردم و معلممون میخواد ازمون امتحان بگیره. البته امتحان رسمی نیست، امتحانیه که فقط میخواد خودش بفهمه که چقدر یاد گرفتیم برای سطح بالاتر. همون جوری هم که دارید میبینید من امروز لباس پارتنرم رو پوشیدم. روزی که اینو خرید گفتم این مال منم، از فقط مال تو نیست، چون من عاشق برند گپم. واقعا لباسا و کلاها همه چیشو دوست دارم و الان دارم میرم سوپرمارکت خرید هفتگی بکنم که برای ولاگ قبلیه. من همزمان دارم 2 تا ویدیو میگیرم. بعدش که برگشتم با هم دیگه این پینو وارد یوتیوبم میکنیم. اینو بگم که درآمد من از یوتیوب فعلا خیلی کمه، یعنی درآمد کسب کردم ولی به خاطر این پینه نتونسته بودم پولو ازش بکشم بیرون. اما خب خیلی کمه، فعلا به اون حد نرسیده که بگی من یوتیوبرم و یه درآمد خیلی بزرگی از یوتیوب دارم. اگه شما میخواین بیشتر منو حمایت کنین یا دوست دارین منو حمایت کنین، میتونید با سوپر تانکس هایی که زیر ویدیوم هست از من حمایت کنید. فکر نکنم کسایی که تو ایران دارن زندگی میکنن بتونن با سوپر تانکس از من حمایت کنن، ولی کسایی که خارج از ایرانن و حساب بانکی خارج از ایران دارید میتونید با سوپر تانکس، این چیزایی که زیر ویدیو هست، استیکرهای پولی، از من حمایت کنید و من واقعا قدردان تمام این زحمات شما میشم. پیشاپیش دستتون در نکنه اگه این کارو میکنید. مرسی. پس بریم ولاگ هفتگیمون رو شروع کنیم. خیلی خوشحالم چون قراره یه هفته خیلی پروداکتیو داشته باشم. بریم آقا بریم. من همین الان از خرید اومدم. حقیقتا انقدر خسته شدم و دیگه پاهام درد گرفت، نمیتونم رو میز بشینم. اومدم اینجا، تجهیزاتمو آوردم، لپتاپ عزیزم، پینی که باید الان وارد کنم، دیگه دوربینم و یه قهوه دیگه هم درست کردم که بشینیم با هم دیگه این پینو وارد کنیم و دیگه تموم بشه این کار یوتیوب و من یک نفس راحت بکشم بعد از تقریبا 3.5 4 سال و بگم آخیش. اگه دوست دارین بدونین که چقدر درآمد دارم ازش و چه جوری شروع شده به درآمد و چه جوری یوتیوب حساب میکنه و بهت پول میده، برام بنویسید و تا جایی که بتونم حتما نشونتون میدم. اول باید اینو باز کنیم. من الان تو مرحله وارد کردن پینم، از قبل رفتم توش، الان باید اینو باز کنم. از اینجا باید باز کنم. فقط مال من نیست، مال شما هم هست. این پین در اصل پین آدرس تو وریفای میکنه که تو شخص حقیقی هستی تو اینجا. چون من الان هر چقدر درآمد از یوتیوب کسب کردم نذاشته حساب بانکی اینامو بزنم، خاطر همون باید اول آدرسم وریفای میشد. بعد خدای بزرگ sign in your AdSense or AdSense for YouTube account که من واردش شدم. go to payments then verification check. بعد من واردش شدم. بازم الان یه دونه پین 6 رقمی میخواد که اینجاست و من باید الان وارد کنم و بعدش میگه سابمیت بزنه و دیگه میره تو مرحله وارد کردن حساب بانکی. خدای بزرگ چقدر خوشحالم. اینم بگم که من هیچ چی در مورد این مالیاتینو نمیدونم، مثلا قراره چه جوری بشه و چه جوری باید مالیاتشو بدم و اینو سازمان و ادارهشو پیدا کردم
میخوام حضوری برم اونجا ازشون بپرسم ببینم چجوری و چجوری باید اقدام کنم. با نام یاد خدا شروع میکنیم. خیلی من منتظر امروز بودم، خیلی. 1 2 3 سابمیت. کامپلیت شد، تموم شد، 2 تاش وریفای شد. درآمدم وارد شده تو گوگل ادسنس یا نه. Your payments on hold. تو یوتیوب درآمدمو نشون میده ولی چرا اینجا فکر کنم طول بکشه ها، نمیدونم. خب الان باید چیکار کنم؟ برگردم به یوتیوب. وارد قسمت یوتیوب ارنینگ شد. خیلی خوشحالم بچه‌ها، مرسی، کلی مرسی میکنم از همتون. تورم فشار آورده گرون شده. این دستگاه اینوری ارزون بود. این جدیده. چرا کم شده؟ نه همونه دیگه، شات اسپرسو دیگه. 80 سنت ماذا؟ بالاش تغییر کرده، قبلا کاغذی بودن. خب بریم. گوشیم کو؟ قطع کن. سلام به بچه های گل و نازنین من همین الان از کلاس زبان تموم میشم و نمیخوام برم خونه، چون میخوام برم کتاب خونه، به خاطر اینکه فردا نه پس فردا امتحان دارم و من تو خونه نمیتونم بخونم. واقعیتش اصلا تو خونه تمرکزم جمع نمیشه که بشینم بخونم و خونمونم یه کوچولو تاریکه. امروز گفتم برم کتاب خونه، چند وقت ما کتاب خونه ثبت نام کردیم ولی وقت نشده که بریم. این وندی ماشینی که تو مدرسه‌مون گذاشتن قهوه و سوپ و اینا میده، قبلا خیلی ارزون بود، 50 سنت، 59 سنت، 55 سنت، 65 سنت، الان 80 سنت شده، همونی که همیشه 50 سنت می‌خریدم. سلام علیکم. از روز جمعه آخرین باری که ویدیو گرفتم و با شما بودم دیگه ویدیو نگرفتم. الان تقریبا 3 روز میشه چون امتحان داشتم. خیلیاتون پرسیدین که چجوری درس میخونی، از کلاسات به ما نشون بده، مدل درس خوندن تو بهمون بگو اینا. الان من اینا رو آوردم که بهتون تا جایی که میتونم بگم. فکر کنم بعضیاتون دارین زبان آلمانی میخونین، میخواین بیاین آلمان، یا اگه اینجا باشین یا هرچی دوست داشتین کلاسمونم ببینین، اونم نشونتون میدم، ولی نمیتونم از بقیه ویدیو بگیرم، مخصوصا معلم. خلاصه تمام تلاشمو میکنم که بهتون نشون بدم. روش خوندنمون کلا با روش معلممونه، جدا از روش خودم. من روش خودمم میگم بهت خیلی سریع، برایش معلممونم میگم. معلممون بهمون یه سری کارت پیشنهاد داده، کارت‌های خالی که باید بخریم. من مثلا از این کارت‌ها خریدم و از روز اولی که کلاس رفتیم تمام فعلا رو مجبورمون میکنه تو این کارت‌ها بنویسیم با تمام صرف کردناش. مثلا فعل لرنن، خب اینجوری میگه بنویسید و پشتش صرفش کنید. مثلا ایش، لرن، دو، لرنز، ایزی، لرند. ما یه عالمه از این کارت ها داریم و من همیشه دسته‌بندی میکنم. مثلا این فعل مال آیه 1 بود و هر چقدر سطحمون بالاتر میره بیشتر فعل یاد میگیریم، همه رو بالاش مینویسم که مال چه سطحی بوده و چه جوری بوده. این از فعلا که تا حالا انقدر ما فعل خوندیم، نمیدونم چند تاست، فکر کنم 100 تایی بشه. جدا از این که تو ورب یاد میگیری و صرف کردنش رو یاد میگیری، کلی هم لغت یاد میگیری. امتحان فهمیدم واقعا کلی بلدم و قشنگ میتونم حرف بزنم اون چیزایی که خوندیم و امتحان برام خیلی آسان تر بود. و اینکه یه سری کارت دیگه هم هست، اونا یه سری گرامری و لغتی هن که میگه مثلا بنویسید. مثلا آرتیکل تو نومیناتیو بنویسید، مثلا پرپوزیشن‌ها رو میگه بنویسید. اینا چیزایی هن که تو سطح آیک و سطح پایه معلم بهت یاد میده و من همه رو کارت کردم. یه سری‌ها کارتش نمیکنن، تو دفتر مینویسن، ولی به نظر من این روشی که معلم داره بهمون یاد میده یه روش درستیه و 100% یه فکری پشتشه که مجبور میکنه همه تو این کارتا بنویسن. خیلی کاربردیه. این یکی از کاربردی ترین چیزاییه که من تو این کلاس و با این معلم یاد گرفتم. اگه بخوام از روش خودم بگم، روش خودم این شکلیه که من اون جزوه‌ای که تو کلاس باهاش درس میخونم و پشتشو همه رو کردم لغت با
با آرتیکلاش. مثلا اینم بازم دسته‌بندی کردم، این پشت دفترم. مثلا لغت‌هایی که با در هستش با آرتیکل در همه رو نوشتم. این مال سطح آیکیه که همه رو قشنگ نوشتم. اینجوری همه رو تفکیک میکنم برای خودم، چون مغزم طبقه بندیه، میدونید. نمیدونم چه جوری برات توصیف کنم، ولی طبقه بندی مغزم باید حتما اینجوری مرتب باشه تا بتونم بخونم. مثلا این مال دیا هستش، این مال داس ها هستش. ببین اگه میخوای زبان آلمانی یاد بگیری حتما اینو دانلود کن و باهاش کلی آرتیکل و لغت میتونی یاد بگیری. و اون برای دفترم هم جزوه هایی که خودم مینویسم تو کلاس، اگه دوست داری ببینی. مدلم اونجوریه که سر کلاس همه چی قشنگ یاد میگیرم. اونجوری نیستم بگم خب بذار درسشو بده میرم خونه دوباره از اول میشینم همه اینا رو میخونم. اصلا اونجوری نیستم و تا جایی که میتونم تو کلاس خودم رو درگیر میکنم با یادگیری، با نوشتم. یکی از روش‌هایی که همیشه جواب بوده برای من تو دوران مدرسه، دانشگاه، همیشه تمام این جزوه برداری‌ها رو انجام میدادم و همیشه هم تو دانشگاه میومدن از من جزوه میگرفتن میبردن کپی رنگی میکرد. انقدر قشنگ جزوه مینوشتم و رنگی پنگی مینوشتم که همه جزوه‌مو میگرفتن و کپیش میکردن. بعد از اون ما کتاب داریم. این کتابی که سر کلاس بهمون معرفی میکنن از تمام اینا مهمتره، چون کلی لغت توشه، گرامر توشه، تمرین توشه، درسای مختلف توشه. این کتابای کلاستون رو اصلا دست کم نگیرید، خیلی مهمه. الان ما مثلا این سطح آ1 رو تموم کردیم و از هفته بعد میریم تو سطح آ2 1 و من خیلی خوشحالم. کتابشو فعلا نخریدم، امروز میخوام برم بخرم. آماده شدم، چیتام بیتام کردم، چون دارم میرم یه جایی که یه بسته خیلی بزرگ از ایران مامانم برام فرستاده، میخوام اونو بگیرم و چمدون خالی کردم که با چمدون برم. یعنی ببین 1 ماه منتظر این بستم و میخوام وقتی برگشتم شیرجه بزنم داخل این بسته که مامانم برام فرستاده. آماده شدم که با این چمدون برم به استقبالش و بگیرمش. پس بزن بریم که با هم برگردیم خونه. اصلا نمیدونی چقدر ذوق دارم. آقا من برگشتم اما امروز 2 روز بعد از اون روزیه که رفتم این چمدون خوشمزه رو پر کردم و آوردم. همینجوری که دارید میبینید مامانم یه عالمه چیزای خوشمزه، چیزایی که به نظر خودش لازمم بوده، یه سری لباسای گرم و گوگولی خوشگل. این برا نشونتون نمیدم، این بر چیزای دیگن، هدیه های من و پارتنرمه، اما میخوام خوراکی‌ها رو نشونتون بدم. اینو که میبینید پر از سبزی خشک، میوه های خشک، زعفرون، چند بسته بزرگ زعفرون، بازم سبزی خشک. خدای من اصلا تو نمیدونی اینا اینجا چه نقشی داره. نقش طلا رو داره، طلا. اینو وقتی بو میکنم بوی ایرانو میکنم، بوی خونمونو میکنم که همیشه بوی سبزی خشک میومد، همیشه این بوها تو خونمون میپیچید، مامانم سبزی خشک میکرد. میرسیم به پشمک حاج عبدالله. این پشمک لقمه‌ای زعفرانی حاج عبدالله. من وقتی که دانشجو بودم خیلی از این پشمک حاج عبدالله میخوردم و واقعا عاشقش بودم. مامانم چند بسته برام فرستاده، گز کرمان. اصلا ببین اون روز وقتی رسیدیم یه چای درست کردم، اولین چیز با این صبحانه خوردم و از اون روز همشو تموم کردم و فقط یه ذره توش مونده. این چیزا اینجا پیدا نمیشه آقا، پیدا نمیشه. چقدر بگم به خدا پیدا نمیشه. دوباره سوهان، بازم سوهان. واقعا دستش درد نکنه، خیلی خیلی خوشمزه است. بعد دوباره گز. داشتم از مامانم میپرسیدم مامان من اینا رو چیکار کنم وقتی بازشون کردم خراب نشن؟ گفت من مطمئنم تو یه هفته همه اینا رو میخوری. بعد وقتی اومد دیدم واقعا مامانم راست میگه، منو خیلی خوب میشناسه. اصلا نمیرسه به این که بخواد 1 ماه بمونه 2 ماه بمونه. ببین بادوم عسلیه از این نقلای خوشمزه. وای 100 سال اینا رو نخوردم، 100 سال، خدای بزرگ. دوباره از این نقلا. و مهمترین چیزا انجیر خشک. باور میکنی انجیر خشک؟ ببین نمیگم اینجا تو آلمان این چیزا نیست و آجیل نیست و نمیدونم بادوم نیست و پسته نیست و اینا هست، ولی این طعمی که مال ایران داره و اینقدر خوشمزه است و نداره. و من هیچ وقت نمیخرم به خاطر اینکه احساس میکنم دارم آب سفت میخورم. آب سفت یعنی طعم نداره. و بادوم، پسته، بادوم هندی، خدای بزرگ. دوباره انجیر خشک.
این چیه؟ آها، این از اون بادومای با پوسته. کلی خوراکی و لباسای قشنگ و از این لباسای حوله‌ای تو خونه‌ای برام فرستاده. خدا چقدر خوشگله، دستش در نکنه. و یه سری چیزای دیگه که اینا هر موقع پوشیدمشون بهتون نشون میدم. خواستم این خوشحالی خیلی زیادم و با شما هم به اشتراک بذارم و بهتون بگم که اگه در ایران هستین و از این چیزای خوشمزه میخورین، خوش به حالتون. فقط به خاطر اینها من اصلا هیچ چیز دیگه ایران رو دلم تنگ نشده براش. فقط این خوراکی و خوردنیایی که واقعا مزه جون میدن، این مدل خوراکی ها اصلا اینجا پیدا نمیشه و من برم همه اینا رو یه هفته‌ای بخورم و 10 کیلو چاق بشم. نباید همه رو یه جا بخورم، به خدا حمله نباید بکنم بهشون. یه دونه از اینا بخورم، خیلی خوشمزه است. خیلی گرمه. همین الان اومدم بشینم اینجا که اپیزود 28 رو براتون ضبط کنم، اما قبلش میخوام با هم دیگه با این پشمک حاج عبدالله زعفرونی خوشمزه که فقط نایلون روش رو کندم و بقیه‌اش رو باز نکردم، میخوام با هم دیگه باز کنیم، چون 2000 نفری شدیم و من واقعا خوشحالم که 2000 نفر شدیم. یه روزگاری آرزو داشتم که 2000 سابسکرایب داشته باشم و الان خدا رو شکر هر روز کلی دوست جدید به ما اضافه میشه، هر روز داره خونه آدمون بزرگتر میشه و من واقعا خوشحالم که تونستم شما رو پیدا کنم، شما چنل منو پیدا کنید. و امروز من کیک در دسترس نداشتم، گفتم با این پشمک هایی که مامانم برام فرستاده با هم دیگه جشن بگیریم و یه شم با هم فوت کنیم. و سپاسگزارم از بودنتون. مرسی. امیدوارم یه روزی بیام 10,000 نفریمون رو جشن بگیرم. حالا زیاد نمیخوام، فعلا 5000. کم کم بریم بالا که دیگه توقعاتمون هم زیاد نباشه. پشمک حاج عبدالله رو 100 سال نخوردم، گفتم الان بازش کنم که دیگه با هم یه جشن 2000 تاییمون رو بگیریم. چه بامزه است. چه بوش خوبه. منو این همه خوشبختی محاله. یکیشو برداریم بذاریم اینجا رو شم بذاریم و فوتش کنیم. چاییاتونو بیارید که قراره با هم جشن بگیریم. چه بامزه است. نگاش کن. اینو روشن کنم. کیتی اینجا نشسته داره نگاه میکنه. قربونت برم بچه. بیایم با هم دیگه آرزو کنیم. هیچ ربطی نداره به این قضیه 2000 تایی، ولی شم روشن کردیم دیگه، بالاخره باید آرزو کنیم. تو هم آرزو کن هر آرزویی که دوست داری. بچه‌ها شما هم آرزو کنین، چاییاتون هم بیارین، همینجا پازش کنید، برید یه چای بریزید بیارید، با هم دیگه این پشمک خوشمزه رو بخوریم و شمع روش رو فوت کنیم. پس بریم که آرزو کنیم. من آرزو میکنم برای تک تک شماها که همتون سالم و خوشحال و کنار خانواده هاتون کلی خوشحال باشین، چون من از خانواده‌ام دورم و واقعا خیلی ناراحتم و امیدوارم خیلی زود بتونم ببینمشون. امیدوارم به تمام آرزوهاتون تک به تک برسین و تو هم به آرزویی که تو دلت برسی عزیزم، و تو هم کیتی خوشگل و منم، هممون با هم دیگه. 1 2 3. 2000 تایی شدنمون مبارک. مرسی. کلی میبوسمتون، خیلی دوستتون دارم، خیلی مرسی که این همه منو حمایت میکنین. چقدر خوشحالم. خیلی خوشمزه است. خیلی. یادت چند وقت پیش رفتم ایکیا یه سری خرید کردم برای آشپزخونه؟ تا به همین الان فکر کنم تقریبا 3 هفته گذشته و من هیچ کدوم از اینا رو وصل نکردم. دیوارامون سوراخ نمیشن. خیلی عجیبه، یعنی میخ نمیره توش. فقط باید از این رول پلاکا هستن، باید با این مته ها دیوار رو سوراخ کنی، این رول پلاکا رو بکنی تو اون سوراخه، بعد میتونی هر چی دوست داری وصل کنی. یه بسته میخ خریدم، هر چقدر با چکش میزنم این میخا رو دیوار سوراخ نمیشه. خیلی عجیبه. میخه کج میشه ولی دیوار سوراخ نمیشه. اینجا این قسمت این چوبه، این قسمت‌های شیروانی بهش اینجوری دست میزنی چوبه، ولی اون ورا خیلی سفت‌تر. و من تمام خریدای ایکیام همینجوری اینجا مونده. یه دونه هم اینو از اون مغازه دست دوم فروشی شهر شلسویک گرفتم که تمام شیشه‌هاش هم هست. میخوام همه رو ادویه بذارم و وصلش کنم به دیوار کنار گاز. باید دیوار سوراخ بشه با مته و به نظر شما چیکار کنم اگه نخوام دیوار رو با مته سوراخ کنم؟ راه حلی دارید؟ میتونم یه مدل دیگه میخه رو به زور بکنم تو دیوار، نمیدونم، هر کاری میکنم نمیشه، ولی اینو خیلی دوستش دارم. اینو 5 یورو خریدم با تمام شیشه‌هاش 12 تا. اینم خریدم برای پشت ظرفشویی، یعنی پشت این لوله ظرفشویی که وصلش کنم این شکلیه اینجاش و بهش این چیزایی که آویزونیان وصل کنم، مثل ملاقه و کفگیر و سری از اون چیزا. خیلی دوستش دارم. اینو از ایکیا گرفتم برای جا ادویه‌ای که وصلش کنم به دیوار. ولی خب وقتی اونو خریدم دیگه این همینجوری رو دستم موند. نمیدونم چی کارش میکنم. احتمالاً بکنمش جای
یه ماگ قهوه برای اینجا هم فعلا هیچ میزی پیدا نکردم. هر چی رو بخوام نو بخرم خیلی گرونه، خیلی زیاد گرونه و من نمیخوام اینقدر پول بدم برای یه میز، مثلا 200 یورو 300 یورو بدم برای یه میز قهوه. فعلا همینجوری مونده تا ببینم یه جایی یه چیز با کیفیت و کم هزینه و به صرفه میتونم پیدا کنم یا نه. اینم از این خریدای ایکیا مونده و اینم حلقه هاشه. لطفاً اگه هر راه حلی دارین برای سوراخ کردن دیوار بهم بگید، چون خرج خیلی اضافه تری میشه بخوایم بریم مته بخریم، نمیدونم رول پلاک بخر، نمیخوام خرجی در بیاد. چون یه بسته هم میخ گنده خریدم دیگه. آقایون و خانمای عزیز راه حلاتون رو برام بنویسید لطفاً. مرسی. خیلیتون برام نوشتین که آیا الانم داری فستینگتو ادامه میدی یا نه. باید بگم که نه، از وقتی که کریسمس شد دیگه فستینگمو قطع کردم، چون تو اون ماه کریسمس انقدر خوراکیای خوشمزه بود همه جا و واقعا نمیتونستم فست باشم و فست ادامه بدم و تا همون موقع من 2 ماه بود فست بودم و واقعا میخواستم یه پاوزه بینش داشته باشم و به بدنم زیاد فشار نیاد. هرچند عادت کرده بودم و خیلی پشیمون شدم که قطعش کردم، کاش هیچ وقت قطعش نمی‌کردم. الان هر چقدر میخوام دوباره شروع کنم خیلی سختمه. شروعش میکنم تو همین 1-2 هفته‌ای که بیاد، اما مختصر و مفید بخوام بهت بگم که چه شکلیه. 16 ساعتشو میگیرم، بعضی وقتا 6 عصر، بعضی وقتا 8 عصر، یعنی شب 8 شب. به اون بعد دیگه هیچ چی نمیخورم جز آب و چای و قهوه که اصلا شبا نمیخورم. جز اینا هیچ چیز دیگه ای نمیخورم و نمیتونیم بخوریم، چون من اکثرا ساعت 8 میخوابم. 8-9 دیگه من خوابم، از بس خسته میشم تو طول روز، چون از ساعت 4-5 دیگه بیدار میشم، هیچ جونی برام نمیمونه وقتی میرسم به اون تایم. ساعت 6 و 8 شب به بعد اکثرا دیگه چی نمیخورم و میخوابم تا ساعت 12 ظهر و 12 هم فستمو با پروتئین بازش میکنم، یا حالا تخم مرغ باشه یا گوشت باشه یا چیزای پروتئینی یا عدسی باشه. یه چیزایی رو میخورم که اولین چیزی که دارم میخورم پروتئین باشه. آب خیلی زیادی هم باید بخوری. تو وعده بعدی یه وعده میخورم که همین الانم مونده روم. اون زمان یه وعده میخوردم، همین الانم همین یه وعده مونده، ولی خب فست نیستم، فقط یه وعده میخورم به خاطر اینکه صبحونه‌ای که میخورم همش پروتئینه و من خیلی کم گشنه میشم. تقریبا ساعت 4 و 5 اینا گشنه میشم که اونم دوباره یه غذای پروتئین میخورم. دیگه خودتون میدونید چیزایی که پروتئین خیلی توشه چی هستش: مرغ، گوشت، عدسی، ماهی. تن ماهی خیلی پروتئینش زیاده که من خیلی دوست دارم و میخورم و اینا. خلاصه چیزای پروتئین خیلی میخورم و این باعث میشه که خیلی گشنم نشه. یعنی اون موقعی که من فست بودم کامل برنج و ماکارونی و این چیزایی که کربوهیدرات داشت و گذاشته بودم کنار. هر چند روز یه بار یه ذره میخوردم، انقدر، یعنی که فقط به خاطر هوسم. ماهی یه بارم چیت میکردم و تو اون روز هر چی دلم میخواست میخوردم. شیرینی میخوردم، بستنی میخوردم. مهمترین چیزش به نظرم همون پروتئین و آب زیاد خوردنه. حالا شروع کنم حتما بهتون میگم و قدم به قدم نشونتون میدم دارم چیکار میکنم، شاید براتون جالب باشه. روز اولی که اومده بودم آلمان اصلا هیچ چیزی نمیفهمیدم. آلمانیا وقتی حرف میزدن قشنگ اینجوری بودم که وای اینا دارن چی میگن. اما الان از 10 تا کلمه اگه بخوای حساب کنی 7 تا 8 تاشو قشنگ میفهمم و میتونم تشخیص بدم که موضوع چیه، در مورد چی حرف میزنن. تو بیشتر مواردم میتونم حرف بزنم، کانورسیشن کنم با اون طرفی که حرف میزنه و اینا. خلاصه خیلی خوشحالم از این که دارم آلمانی یاد میگیرم و میفهمم و دیگه میتونم ارتباط برقرار کنم با کسایی که آلمانی زبان هستن. من از بچگی عاشق شکیرا بودم و دیروزم وقتی دیدم جایزه گرمی رو جنیفر لوپز بهش داد خیلی دیگه اونجوری شدم که ساناز زبان اسپانیش رو شروع کن، اسپانیایی رو شروع کن، یاد بگیر. الان که داری آلمانی رو یاد میگیری و وقت داری همزمان با اونو شروع کن و یاد بگیر. خیلی دوست دارم اسپانیشم یاد بگیرم، به شدت دوست دارم، به علاقه دارم بهش و باید یه راهی پیدا کنم که مثل آلمانی اونجوری نباشه که خیلی وقتمو بگیره. اگه شما تجربه اینو دارین که اسپانیایی خوندین یا زبانی خوندین که خیلی قاطی نشدین تو گرامر توش، لطفا برام بنویسید که چه جوری با چه روشی خوبه که آدم بخونه و زود یاد بگیره. من این ولاگ مال چندین روزه که هر روز دارم میام ویدیو میگیرم و باهاتون حرف میزنم و اینا. مرسی که تو این ولاگ هفتگی با من بودین. شما هم بنویسید هر چی دوست دارید، یا مثلا دوست دارید چی کار کنم، دوست دارید کجا برم. من خیلی دوست دارم نظرتون رو بدونم و با توجه به علایق و سلایق شما ویدیو درست کنم، چون بالاخره شما این ویدیو رو میبینید. کلی میبوسمتون. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. بای بای. به زودی هم میبینمتون.